سلام علیکم آقای پزشکیان، رئیس جمهور محترممون. یه چند شو یلده گفتن که قرار شده آجیل و هندونه و انار قیمتش ارزون کنیم. گفتم مگه بشه بجم، اگه میخوای با کارشناسی، نخبگانی، دانشجویی، ملت چی دست به دست هم بدی تا این مشکل رو هم حل کنی، زودتر دست به کار بشی. برای این کارو برنامه‌ای داری اصلا؟ فمن ازلم ممن کذب علی الله و کذب بالصدق اذ جاء الیس فی جهنم مثوى للکافرین الذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. اما رد کردی سر کلاس قرآن و دینیمو با رئیس جمهور کار داشتم. های خودشه؟ خسته نباشی قربون قرآن بشم. ما موضوع الان چی دیگه؟ میتونی قیمت جنس ها برای شو یلدا ارزون کنی یا نه؟ میگه این من سرحت له العبر اما بین یدیه من المسئولات حجزته التقوی ان تقهم الشبهات. آخه اصلا نمیدونم ما چه میگم. اینجا یه جای دیگه اصلا نمیشنم به ما چه میگم. ما پولی که امسال میخوایم بابت انار و هندونه و آجیل بدیم سی شو یلدا بخریم، با همین پولو 4 سال پیش میتونستیم با یلدا ازدواج کنیم.